سلام، روز و شبتون بخیر. تحلیل بیت کوین داریم. من یه بریزیم تحلیل طلا رو انجام میدم براتون. آخرین ویدئویی که گذاشتم بیت کوین روی این قیمت ها اینجا بود. گفتم بیت کوین تا احتمال زیاد تا 72 فکر کنم اگه اشتباه نکنم، گفتم بعید میدونم بیاد، ولی میره تا 84 هزار تا میره. و خب این جهتی که میبینید اینو داخل اینستاگرام بعدن گذاشتم. گفتم من احتمال میدم بیت کوین توی تایم 3 ساعته یا 2 ساعته این روند رو طی بکنه، اما اینجاها دقیقا همین جایی که من اینو تحلیل کردم افتاد شنبه یک شنبه. و اینکه خب بیت کوین صعودی شد و رفت تو همون پایین نیومد، رفت تو همون 80 هزار تا، الان هم 81,200 است. بیت کوین پایین نیومد به دلیل اخباره، به دلیل اتفاقاتی که میفته. مثلا اینجا که ببینید اینجا اومد پایین به خاطر اتفاقی که دیروز افتاد برای بین ایران و امارات. یک لحظه و آمریکا یک لحظه خبری اومد که آقا ایران کشتی آمریکا رو زده و از اینجا حرفا و اینا. بیت کوین داشت میومد پایین، بعد اعلام کردن که آقا نه، چه چیزی نبوده. بیت کوین هنوز صعودیه و شکل نزولی نگرفته، خیلی وقته، الان چند روزه هست بیت کوین همچنان صعودی به راه خودش ادامه میده و از پایین که ما اعلام کرده بودیم، یعنی اینجاها بود که من تو اینستاگرام گفتم بیت کوین اگر این روند و این خط رو بشکنه صعودی میشه، و صعودی هم شد. و اینکه خب اینو پاکش کنیم که شلوغ نشه. و اینکه آره از حدود 66,700 66,800 تا بیت کوین دیگه صعودی شده و همچنان الان فکر کنم نزدیک 2 هفته است. بزنیم ببینیم چه مدت بیت کوین صعودیه. نه هفتگی چند هفته است؟ نه بیشتر 2 هفته است، بیشتر 2 هفته است. این میشه 1 2 3 4 1 2 3 4 5 هفته است که بیت کوین صعودیه و همینجوری به راه خودش داره ادامه میده. اینم یک چارت بیت کوین رو ببینیم که از 122 فکر کنم یا 123 هزار 124 هزار تا اومد تا کمترین قیمتش هم بود 62 هزار تا، اومد تا 62 و الان هم قیمتش 81,300. بیت کوین رو برای اینکه بشه گفت سعودیه، زمانی که بشه گفت سعودیه زمانی که این خط بنفش اینجا ببینید 98,000 تا 98,000 تا رو بشکنه، اون موقع میشه گفت بیت کوین سعودیه. به نظر من بیت کوین الان اصلاح داره، یعنی یک چیزی که اینجا بود اینجا داره اتفاق میفته و به نظر من حالا نمیشه گفت، ولی به نظر من تا همون 52,585 تا رو بیت کوین باید ببینه، باید بیاد پایین. یعنی این تحلیل منه، من نمیگم که شما معامله باز بکنید یا بخواین با این کار معامله انجام بدید روی این تحلیل، چون قطعا ریسکش سرمایه خودتونه و ریسکش به عهده خودتونه. من تحلیل میکنم بازار رو و اون چه که تحلیل میکنم گاهن اگر یک عددی مشخص میکنم، مثلا میگم بیت کوین تا 81,000 تا میره، تا 84,000 تا میره، قطعا تا اون عددا میره، یعنی بدون شک. حالا امکان داره یه پایین بزنه بره یا مستقیم همونو بره بالا، مثل ویدیو قبلی که ویدیو قبلی بیت کوین قشنگ گفتم آقا
بیت کوین میاد پایین، بعید میدونم بیاد پایین، ولی 100% میدونم تا 81 و بعدش 84,000 تا میره. الان هم 80,000 تا میره، الان هم 81,300 و تا 84,000 تا رو به نظر من میتونه بره و بعدش بخواد یک اصلاحی انجام بده. البته خیلی بستگی به اخبار داره، خیلی اخبار متفاوتی میاد، خیلی خبرهای متفاوتی میاد. از این بر آمریکا با چیز درگیره، ترامپ با چی بود اسمش، یادم رفت، حالا باید یادم من میگه مشکل. آره، بعد از این طرف ایران با امارات درگیر شده، با عربستان، از این ور اسرائیل و آمریکا، از اون ور یعنی خیلی اتفاقات، خیلی خبرها میاد، خیلی پیش در پیچ همه چیز، یعنی همه چیز بستگی به این اخبار داره. یعنی اگر همه چیز اوکی بشه، همه چیز درست بشه، بیت کوین پرواز خواهد کرد. این اگه جنگ نشه، اگر آقا اینا توافق بکنن، بیت کوین پرواز خواهد کرد و میاد بالا و اون زمان میشه گفت بیت کوین سعودیه. بیت کوین از نظر من سعودی نیست، از نظر من داره یک اصلاح میکنه، داره یه چیزی هم هست. میدونی چی شد؟ دیروز اومد اینجا این کنده قرمزه رو اینجا بست، این بزرگی شد. بعد خیلی ها گفتن آقا بیت کوین اینجا کندل قرمز زد، احتمال داره بعدیشو بیاد، این تا اینجا بس، احتمال بعدیشو بیاد تا اینجا، ما اینو یه معامله شورت بگیریم. اینجا شورت گرفتن، این رفت بالا، تموم کرد. خب مثلا من یه بالا میزنه تا 84,000 تا، 84,000 تا هر بیت کوین مهمه، یه بالا میزنه تا 84,000 تا، بعد میاد پایین. میگم حالا بالا رفتن پایین اومدنش خیلی بستگی به اخبار داره، خیلی بستگی به خبرها داره، خیلی بستگی به توییت های ترامپ داره، خبرهای ترامپ داره. اخبار مهم هم این مدت نداریم چیزی. الان هم نزدیک نیم ساعت من نشستم پای خبر و اخبار و اینا، چیز جدید نیومده. چیز جدید نیومده. مثلا در مورد فروش ماهانه واحد مسکونی اومده توی آمریکا، سرشماری کرده، نمیدونم فرصت‌های شغلی، گردشگری مالی اومده آمریکا. دیگه چی؟ مال 1 ساعت پیشه. فروش واحد مسکونی، ببینیم چی نوشته. اعلام کردم مثلا تخمین که امروز توسط شهر منتشر شد فروش خانه‌های تک خانوار در ماه مارس. متن کاملش ببینیم چیه. 682,000 واحد بوده، 15% رشد داشته در این ماه. فروش واحد مسکونی تو آمریکا 15% رشد داشته. خب حالا در مورد بیت کوین به نظر من 84,000 تا میبینه و در این هفته و بعد میشه تحلیلش کرد. الان به نظر من نمیشه تحلیلش کرد، بیت کوین رو نمیشه تحلیل کرد. یه اتریوم هم ببینیم. اتریوم تایم این هفتگیشه. بیت کوین اتریوم هم همونه، یعنی دقیقا مثل همون. الان نزدیک تایم 3 ساعتش شروع شده و داره یکم میاد پایین، احتمال بیاد پایین. مثلا من اگه الان پای سیستمم نشسته بودم، یه دونه
یه شورت ریز میگرفتم. یه معامله شورت ریز میگرفتم از این. خب بریم ببینیم. اتریوم. خب اوه ریخ. هم گفتم رید تایم الان 5 دقیقهش نگاه بکنی تا سرمو کردم اوور 15 دقیقه است البته. آره یه دفعه اومد پایین برگشت بالا. خب اتریوم ناحیه‌های مهمی که من میبینم روش، البته من دارم روی سیستم نگاه میکنم، چیزی من میبینم شما نمیبینید، اما خب میشنوید که چی میگم. قطعا صدامو دارین، قطعا میدونید. در مورد حالا چیزی که لازم شد میام روی اینجا هم میام نشون میدم بهتون. حتما ناحیه مهمو، چیزای مهمو حتما نشون میدم. اتریوم سردرگمه. لازم من بازار کلا سردرگمه. یعنی اتریوم من تایم 4 ساعته رو من نگاه میکنم. مثلا تایم 4 ساعته یعنی یعنی اینو اینجوریش بکنیم. خب میبینید دیگه اینجا مهمه. این عدد چنده؟ 2402. این عدد مهمه. اینجا اومده یک بار خورده برگشته، اینجا یک بار خورده برگشته، در گذشته اومده نتونسته ردش کنه. هرچی فشار بوده نتونسته ردش کنه، برگشته. اینجا که خب اومده ردش کرده ولی بازم نتونسته، برگشته. اینجا اومده دقیقاً نزدیکش و اومده یه دونه کندل چیز زده یه کندل اینجا زده، شادو زده و نتونسته، برگشته. در گذشته باز بریم ببینیم باز چیزی داره در گذشته یا نه. نداره دیگه. این حریم از دورتر نریم. این همه 15 دقیقه است. خب الانم دوباره اومده همینجا و برگشته. نظر من اینه که اگه بخواد اینو رد بکنه باید یک چیز خیلی قدرتمند، یک کندل قدرتمند توی مثلا 1 2 تا 3 تا کندل قدرتمند پشت سر هم بزنه و تا بتونه این عدد رو رد کنه و بره بالاتر. الان تایم 2 ساعته مثلا نگاه بکنیم یا 3 ساعته. تایم 3 ساعته نگاه بکنیم میبینید چندین بار عدد 2402 رو اومده امتحان کرده و نتونسته ردش کنه و الان هم هنوز هم زمان وقتش ردش بکنه. یعنی میبینید اینجا هم باز اومده نزدیکش، اینجا هم حتی در گذشته خیلی دور. اینجا تاریخ چند اومد؟ 2 فوریه. اینجا هم اومده دوباره نزدیکش، برگشته. یعنی حتی از بالا اومده پایین، میبینین؟ یعنی حتی بالا اومده پایین نتونسته ردش کنه کامل، اومده برگشته بالا، بعد اومده زیرش، بعد زیر این کندل بسته. اگه بخواد اتریوم بره بالا، خب من همچین چیزی مد نظرم الان براتون میکشم که ببینید. همچین چیزی مد نظرمه و بعد بره بالا.
و بعد بره بالا دیگه. حالا عددهای بعدش مثلا میشه گفت روی 20 ببخشید 2550 2500 2550 اینا عددهایی که برای اتریوم مهمه و به نظر من این عددها رو میبینه. حالا من اینجا تا چند کشیدم؟ تا همین حدودا، تا همین جاها. یعنی بخوام یک چیزی براش بکشم برای اتریوم یه همچین چیزی میکشم. خیلی کوچیک شد. همچین چیزی برای اتریوم مد نظرمه اگر 2402 رو رد کنه و میاد یک دوباره به همون یه خودش نشون میده. امکانم داره حتی اگه بیاد نشون بده خودش امکان داره حتی ردم بشه، مثلا تو اینجا هم بیاد بعد بگه آقا بازار دوباره نزولی شد و بره بالا. و اینا همه بستگی داره اخبار چی میشه. اگر آقا خبر جنگ بیاد، خبر چیزی بیاد، خبر بدی بیاد برای بازار، امکان داره اینو رد کنه بره بالا و همونو دوباره برگرده بیاد بره پایین، بره دوباره همونو بره پایین. همون قیمتی که چند وقت پیش بود، قیمت چند بوده؟ 2100 یا $2000 کاندا تا اونجا بره. ولی اینکه الان من همچین چیزی مد نظرمه اگر این عدد رو رد بکنه، یعنی با قدرت رد کنه. الان میبینید اینجا اینجا توی این ناحیه با قدرت رد کرده ولی نتونسته بره بالا. الان نمیدونم، نبودم اینجا ببینم دلیلش چی بوده که نتونسته بره بالا، ولی به احتمال زیادی دلیلی بوده که نتونسته ردش بکنه. احتمال زیاد بیت کوین اونور نتونسته زیاد خودشو با قدرت نشون بده. ولی اتریوم آقا من همچی چیزی مد نظرمه. سولانا رو هم یک سری نگاه بکنیم. سولانا رو من گفتم آخرین باری که صحبت کردم، گفتم سولانا آقا من یه چیزی خیلی سولانا خیلی باید رشد بکنه، خیلی باید بره بالا و همه اینا بستگی داره آقا چه اتفاق میفته و خواهد افتاد. دوج کوین هم خیلی وقت پیش اینجاها بود، گفتم آقا دوج کوین اینو میاد، یعنی میاد میخوره به این میره بالا و تا حتی توی چیز هست، تو ویدیو کوتاه هست، توی اینستاگرام هم هست، تا اینجاها میاد و اومد یعنی یه کلم اومد بالا، اصلا چیزم نکرد، نفسم تازه نکرد، یه چیز 21%. توی ویدیو قبلی هم همین قد بود. توی ویدیو قبلی این اومده بود گرفته بود داشت میمد پایین. اتریوم چه دوج کوین هم من به نظرم همینی که تا 11500 میاد. دوج اتریوم هنوز سعودیه، توی تایم یعنی چند دقیقه است، تایم 30 دقیقه یک کوچولو اومده رفته بالا اومده پایین، یعنی هنوز معلوم نیست. خب دیگه چی رو ببینیم با هم؟ یا اگه میخواین ارزی رو ببینیم بگین به من، اگر چیزی رو میخواین تحلیل بشه تو کامنت ها بنویسین که مثلا این ارزم تحلیل کن، نظری در مورد این ارز چیه، نظرتون رو بنویسید ببینم چه ارزایی رو میخواین تحلیل بشه، چه ارزایی رو دوست دارید. طلا رو گفتم یک ویدیو کامل ازش بگیرم توی این هفته به احتمال زیاد و میذارم. خوشحال میشم لایک بکنید، ما رو دنبال بکنید، حمایت بکنید. ممنون ازتون تا اینجا نگاه کردید. تا ویدیو بعدی، فعلا.